از جمله زیبا اگر حدیثی را از قوم ما شنیدید توقف کنید تا قرآن او را تایید کنید. مولا امام صادق من از قول من اگه به شما خبری رسید تا یک دو داری بران تاییدش نکرد عمل نکن تا میرسه به اونجا که بزنه سه دیوار در دهاتا که این قوم رو به سه دیوار میزن برای که اون رطوبتش بیاد به خوش بشه از صوفش استفاده کنن. امام صادق میفرمان اگر از ما حدیثی خبری به شما رسید توقف کنید تا قرآن رو تایید کنید. این حقیقت این سلسله هر چه گفتم قرآن 14 نمازون تایید کردم، هر چه گفتم حدیث قرآن تایید کردم. بعد جمله زیباست قلوب کنندگان باید برگردن. اینه که میگن ما نظرمون بهتر از علی بن ابی طالبه، ما بهتر از با که نمیگه از علی نمیگه از قرآن نمیگه میگه نظر من بهتره دیگه. قلوب کنندگان باید برگردن وگرنه در دو دنیا ذلیلن. گناه امروز خیلی سخت است. گناه اون روزا امروز اگه علی بن ابی طالب رو کشتن مثلا حالا امروز اسلام منباب مثلا 45 ساله بود منباب مثلا یوش عرب قبل امروز اسلام 1429 سالشه همه باسوادیم. امروز هزار برابر از قتل عام امام حسین. خب گفتم دیگه اصلا گفتم 30,000 نفر بایستن امام حسین بکشن قرآن وقتی رو آتش بزن دارن نمازم بزن نمازم دارم. لذا میفرماد که قلوب کنندگان باید برگردن در حق ما. دو یه سری هم میفرماد که اینها درباره ما قلوب میکنن، ما از خودمون بیشتر معرفی میکنن. یه عده اونطوری قلوب میکنن ما رو قبول ندارن، یه عده درباره ما من شریدم و حالا یکی بلدی بیشتره بگیم مثلا امروز تولد علی بن ابی طالب یا خانم فاطمه است، یکی بلدی بیشتره یعنی مگه میشه درباره فاطمه حرف زد؟ مگه میشه گفت فاطمه؟ بابا پدر فاطمه زهرا آقا رسول الله محمد بن عبدالله خودش تا دولت مبارک خودش در قرآن میفرماد که به این مردم بگو منم یه بشر هستم مثل شما فقط به این وحی نازل میشه. تا میدنی که از اصحاب خشک مقدس میکنن اماره میده قبولش باید این موقع تو مسئله رو از اون بگیر کم میشن. چه خبره؟ بگو من پیغمبر شما هستم زن میگیرم شبدانه میکنم نمیدونم اصل میکنم چه میکنم نمازم میکنم خشک مقدس نمیشید. لذا این است که میفرماد یه عده قلوب میکنن یه عده درباره ما قلوب میکنن. طرف ما خدمت امام پنجم آقام چطوری؟ آقا من مریضی رو بیشتر از سلامت دوست میدارم، فقر رو بهتر از پولداری دوست میدارم، گرفتار رو بهتر از سلامت. آقا والله ما اینطور نیستیم، والله ما اینطور نیستیم. خدا بدهد هم میخوریم هم احسان ندهد صبر و لذا میفرماد یه از این قلوب بخورد این از اون رفت. از قرآن چی میگه؟ سوره حج آیه 57 آن کسانی که کافر شدن و تکذیب کردن آیات ما را آن گروه از برای ایشان عذاب خار کننده آیه 54 است و باید بدانن آن کسانی که علم داده شدن و اهل دانشن که این قرآن حق است و از جانب پروردگار توست ایمان بیاورند به آن و نرم و خاشع شود به قرآن دلهای ایشان. اگه اینطور شدی کمکتم خدا میکنه. پس مولای هر که راه ما را به پیمایت به ما میرسد و هر که به راه دیگر برود در دنیا آخرت غرق و بدبخت میشه. چرا؟ دوستان ما فوجهایی از رحمت خدا هستن. خب خدا وکیل شما بلند میشه چند میلیون خرج میکنیم میریم مکه و برمیگردیم. خدای تو شاهد این را داریم براتون میگیم الان یه ده نشستن همینو دستک دنبال کن. چند صد هزار تومان خرج میکنیم میری مشهد،
چی یاد میگیری؟ فقط یه حرم و ماچ میکنی بعد کی میتونه بگه من یه شب رفتم اینجا صدها مطالب نفهمیدم؟ کی میتونه بگه؟ برادر من تکون بخوریم، هر که راه ما را به پیمایت موفق میشه، هر که به راه دیگر برود در گمراهی غرق میشود، چون دوستان ما فوجه های از رحمت خدا و دشمنان ما که از ما نمیگویند فوجه های از غضب خدا. کسی سرتون گرم میکنن والله و بالله من اکثر ها برم واسه بعضی که میرم توی مجالس هم میسوزه، نه یک کلام حرف حسابی نیست، یا تعریف از این بره یا انتقاد از اون بره جمع نمیشست. ای داده این ماران تموم شد، نه ماران از اون باز میاد و تو که نگفتی خیلی ضرر کردی، تو که نگفتی خیلی ضرر کردی. پس خدا طریقه ما میان رویست عدالت است، نه اونطور خشک مقدسی میکنیم نه اونطور بیبندواری. در مقابل خدا تسلیم اول العلم معرفت الجبار، آخر العلم تبریز امر الی تسلیم. و مسلک ما هدایت از نه گمراهی مردم. وقتی در شب احیای ماه رمضان که باید من باب مثلا برای این جوان بگیم خدا اینه گفته از استغفرالله 6 تا معنا داره 40 تا انشالله میکنید و